سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمتتون هستم. بریم که اصطلاح رو بخونیم. اجازه نمیدم. izin vermem. اجازه نمیدم. نگاه کن. Ben sana izin vermem. Yarın okula gidemezsin. یه من به معنی من، sana به تو، حالا izin به معنی اجازه، vermek به معنی دادم، vermem میگه نمیدم. yarın میگه فردا okula. okul به معنی مدرسه، هم پسوند به هست، میگه به مدرسه gidemezsin میگه gitmek به معنی رفتن، من پسوند منفی ساست، اینم پسوند فعالی برای شخص سن هستش. میگه حالا بهت اجازه نمیدم، من بهت اجازه نمیدم، فردا نمیتونی بری مدرسه. Ben sana izin vermem, yarın okula gidemezsin.